En el nombre de Dios, el compasivo y el misericordioso. به نام خداوند بخشنده مهربان. من مهتاب ولدخان هستم، مدرس زبان اسپانیایی و بسیار خوشحال هستم که میتونم یک دوره آموزشی دیگر رو بر اساس کتاب اوسو ان وکابولاریو با شما به اشتراک بگذارم. امیدوارم حال همگی دوستان خوب باشه و اگر کتاب رو ندارید اصلا نگران نباشید، چون میتونید PDF اون رو به راحتی از سایت ما بگیرید و اگر هم دارید ما در طی هر جلسه سعی میکنیم 1 الی 2 درس تدریس کنیم و کاملا هم بر اساس کتاب هست، یعنی چیزی خارج از کتاب نیست. شما میتونید دقیقاً بر اساس این کتاب پیش برید تا بتونید در کنار بحث های دیگه بخش مکالمه رو هم در واقع پیشرفت بدید. خب من شروع میکنم یه توضیح کلی درباره این کتاب میدم. خب همونطور که میدونید این کتاب بخش‌های مختلفی داره، اما از وکابولاریو ان اوسو آونو آدوس، به اونو بدوس، ثئونو سدوس که شامل سطوح مختلفی هستش. از اونجایی که دوستان اکثرا این کتاب رو گرفته بودن ولی نمیدونستن که چطور باید مطالعه کنن، یا بهتر بگم بخشی که مربوط به مکالمه بود یه مقدار از دسترس دوستان خارج بود و نمیدونستن که در کنار کتاب اوسو چطور در واقع یه کتاب دیگر رو که عین کتاب اوسو باشه بتونن کار بکنن. ما کتاب این وکابولاریو رو پیشنهاد دادیم چون در کنار همه مباحثی که به صورت تکست تو این کتاب بیان شده، مباحثی که میتونی ازش تمرین در بیارید هم مطرح شده و همینطور ما همه اینها رو چک میکنیم تا بتونیم یه خروجی شسته رفته داشته باشیم و همه دوستانی هم که توی این دوره هستن و میتونن از این وایس ها استفاده بکنن هیچ نگرانی ندارن، چون میتونن بر اساس کتاب در واقع یک فایل تدریس شده رو داشته باشن و این فایل بهشون کمک میکنه که این کتاب رو سلف استادی پیش برن. خب حالا میخوام شروع کنم با درس اول از کتاب ان وکابولاریو. توی این درس خب همونطور که میدونین معمولا کتاب های زبان اسپانیایی یا با معرفی شروع میکنن یا با نشنالیتی ملیت شروع میکنن و یا اینکه راجع به مذکر و مؤنث که توضیحاتی میدن. حالا کتاب وکابولاریو اومده درباره کشورهایی صحبت کرده که توشون زبان اسپانیایی صحبت میشه. یه نقشه براتون کشیده و ازتون خواسته که حدس بزنید که آیا مثلا توی همه این کشورها زبان اسپانیایی صحبت میشه. خب ما یه بررسی کلی میکنیم از همون جایی که نوشته استادوس اونیدوس، آمریکا یا ایالات متحده، پایینتر مکزیکو، کوبا، هندوراس، رپوبلیکا دومینیکانا، پورتوریکو، نیکاراگوا، ونزوئلا، کلمبیا، اکوادور، پاناما، کوستاریکا، السالوادور، گواتمالا و همینطور تا میان به آمریکای جنوبی میرسم، پرو، بولیویا، پاراگوای، اوروگوای، آرژانتین و چیله. خب همه این کشورها به زبان اسپانیایی صحبت میکنن. یعنی شما عزیزان اگر زبان اسپانیایی بلد باشید میبینین بیش از 22 کشوره. یعنی شما اگر این زبان رو بلد باشین هیچ مشکلی ندارین، نه در مورد کار، نه در مورد ادامه تحصیل، نه در مورد زندگی. میتونین به راحتی توی این کشورها ساکن بشید. یا خود اسپانیا هم که دیگه زبان رسمیش اسپانیایی اسپانیا هست، در مورد اون هم صحبت میکنیم. قسمت‌های مختلف کشور اسپانیا لهجه و زبانشون متفاوته، مثل بارسلونا که در واقع زبان رسمیشون کاتالان هست، اما خب توی دانشگاه‌ها و مدارس به زبان کاستیانو هم تدریس میشه. یا اکثرا افرادی که کاتالان صحبت میکنن افراد مسن هستند. یا توی والنسیا که در واقع لهجه و زبان خیلی متفاوت هست و حتی توی مدارس از یک بازه زمانی به بعد دیگه فقط والنسیایی اصطلاحاً تدریس میکنن. خب این خیلی مهمه که ما زبان کاستیانو بلد باشیم، یعنی اون زبانی که زبان رسمی کشور اسپانیا و کشورهای آمریکای لاتین هست. اگر این رو بلد باشیم خب قطعا دیگه هیچ نگرانی برای ادامه زندگیمون تو این کشورها نخواهیم داشت. Bien, vamos a empezar. Empezamos lección 1 del libro en vocabulario A1 a 2. Bien. Frases útiles. خب همونطور که مشاهده میکنید توی کتابتون هم یک سری توضیحاتی داده درباره جملات مفید، مثل ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? اسمت چیه؟
¿De dónde eres؟ ¿De dónde eres؟ اهل کجا هستی؟ ¿Cuál es su nacionalidad? ¿Cuál es su nacionalidad؟ در واقع نشنالیتی تو چی هست؟ یا هویتت مربوط به چه کشوریه؟ ملیتت مربوط به کجاست؟ خب به همین صورت جواب داده. به ترتیب از جمله اول پرسیده بود ¿Cómo te llamas؟ جواب داد Yo me llamo Juan. Soy español. Yo me llamo Juan. Soy español. حالا شما باید هر اسمی که خودتون دارید اسمتون رو جاگذاری کنید به جای خوان. من شروع میکنم. Yo me llamo مهتاب. Soy ایرانی. حالا نوبت شماست. همینجوری که دارید ویدیو رو گوش میکنید اسم خودتون رو به جای خوان بذارید. مثلا Yo me llamo علی. Soy ایرانی. Yo me llamo Ana. Soy española. Bien. Me llamo Diego Armando. Soy argentina. یه نفر دیگه خودشو معرفی کرده که اسمش دیگو و فامیلیش آرماندو هست. Me llamo Diego Armando. Soy argentino. من دیگو آرماندو هستم و اهل آرژانتین. خب دیگه چطوری میتونم هی نگم میگم و مهتاب میگم و مهتاب میگم و مهتاب. جور دیگه هم میتونم بگم کتاب بهش اشاره کرده. Mi nombre es Fidel y soy cubano. Mi nombre اسم من. Mi nombre es Fidel. Mi nombre es مهتاب. جای فیدل مهتاب رو گذاشتم. Y soy cubano. به جای کوبانو گذاشتم ایرانی. Me llamo María, soy de Filipinas. Me llamo María, soy de Filipinas. خب دوستان عزیزم یکی از راهایی که شما میتونین این شنیدارتون رو تقویت بکنین و روی لهجه‌تون کار کنین البته در سطوح بالاتر اینه که دقیقاً عین افراد نیتیو تقلید کنید و سعی کنید که مثل اونها عبارات و کلمات رو بیان کنید. این بسیار کمکتون میکنه تا بتونین پیش برین و در واقع بعد از یه مدت ببینید که کاملا ناتورال صحبت میکنید. بوینو. خب من از صفحه 14 عبور میکنم و میرم صفحه بعد که اون بالا نوشته ejercicios تمرین ها. palabras en contexto کلمات در کانتکست. نکته بسیار مهمی که کتاب این وکابولاریو از همون ابتدا بهش اشاره کرده اینه که شما باید دقت کنید کلمات رو به تنهایی حفظ نکنید. حتما باید درون کانتکست ازشون استفاده کنید به دلیل اینکه هم توی ذهنتون بهتر میمونه، هم استفادهش رو میدونید کجا باید به کار ببرید و همین که در کنار اون فریزی که استفاده میکنید کلمات و عبارت دیگه هم یاد میگیرید و این با هم آیی ها باعث میشه که شما وقتی میخواید استفاده کنید دیگه به جای اینکه بیاید کلمه رو بگید اون جمله رو بگید و اینطوری شما میتونید یک قدم برای صحبت کردنتون تو زبان اسپانیایی بردارید. خب بریم ببینیم حالا چطوری از این کلمات در کانتکست استفاده میکنه. Lea este texto y subraya la forma correcta. این تکست را بخوانید و در واقع به شکل مناسب خط بکشید. منظورش به شکل مناسب خط بکشید اینه که دو تا دونه آپشن به شما داده، دو تا کلمه است که شما باید تشخیص بدید کدومش صحیحه و زیر اون کلمه خط بکشید. بریم شروع کنیم. Isabel es hondureña y vive en Tegucigalpa, la capital de Honduras. خب تا اینجا من یه لحظه پاز میکنم. ببینین دوستان بین دو کلمه اوندورنی و اوندورنیا میشه اهل هندوراس. یه انسانی که اهل هندوراس هست. خب قطعا دوستی که میاد سراغ کتاب این وکابولاریو یک پیش زمینه خیلی کوتاه درباره فمینینو و ماسکولینو یعنی مذکر و مؤنث در زبان اسپانیایی داره. بنابراین با توجه به این دوتا گزینه‌ای که براش گذاشتن تشخیص میده که اوندورنیو که آخرش او داره به مذکر برمیگرده و اوندورنیا به مؤنث. خب فاعلمو نگاه میکنم ایسابل. ایسابل یه خانوم هست بنابراین باید بگم اوندورنیا. خب پس جمله صحیح به این صورت ایسابل es hondureña y vive en Tegucigalpa, la capital de Honduras.
پایتخت کشور هندوراس همون تگوسیگالپا هست. Bien. Ahora está visitando en Madrid a su amigo Juan, que es español. خب بچه نقطه به نقطه که رسیدم یه پاز میکنم برمیگردم. Ahora está visitando en Madrid. الان داره در واقع توی مادرید یکی از دوستاش رو ملاقات میکنه. A su amigo Juan. Está visitando is visiting. داره ملاقات میکنه. به شکل استمراری داره بیان میکنه. خب که es اسپانیول یا اسپانیولا؟ کدومش؟ اسپانیول درسته یا اسپانیولا؟ باید نگاه کنم ببینم خوان مرد هست یا زن. خب خوان اسم آقاست پس میگم اسپانیول. که es اسپانیول. ادامه میدم. Su compañero de piso, Manuel Antonio, es dominicano, dominicana. Y su novia, Jessica, es costarricense, costarricensa. Y están en España porque quieren conocer Madrid. پونتو. رسیدم به نقطه. خب برمیگردم. 2 تا قسمت هست که باید تشخیص بدم کدومشون در واقع مذکر و کدومشون مؤنث هست. خب سو کمپانیرو د پیسو همخونه ایش در واقع مانوئل آنتونیو. خب بگیم ببینم دومینیکانو بذارم یا دومینیکانا. خب مانوئل اسم مرده بنابراین دومینیکانو اهل دومینیکن. ایسو نوویا جسیکا و نامزدش یا دوست دخترش جسیکا کوستاریکنسه هست یا کوستاریکنسا؟ کدومش؟ خب جسیکا اسم خانومه پس کوستاریکنسا در واقع اهل کاستاریکا. están en España تو اسپانیا هستن porque quieren conocer Madrid برای اینکه میخوان مادرید رو بشناسن. Elena que es panameño, panameña, los ha conocido en una visita guiada al Museo del Prado. Y también a Marta Elena, que es nicaragüense, nicaragüensa. Y a Héctor, que es chileno, chilena. Ahora todos son amigos. پونتو. Bien. برمیگردم از النا یه بار دیگه بررسی میکنم. میخوام تشخیص بدم که کدومی که از این 2 تا کلمه‌ای که به من پیشنهاد داده صحیحه. خب النا خانومه بنابراین النا es panameña اهل پاناما. panameña. Los ha conocido en una visita. خب ببینین توی گرامر من توضیحات رو به صورت کامل دادم. لوس برمیگرده به اون افرادی که داره راجبشون صحبت میکنه. در واقع به ایوس برمیگرده. و آکونوسیدو فعلی هست که در ماضی نقلی برده شده. برای کی صرف شده؟ برای النا. خب پس النا اونا رو شناخته. کجا؟ انونا بیسیتا گیادا الموسئو دل پرادو. توی یه در واقع ملاقاتی که رفته بودن موزه پرادو رو ببینن. ای también و همچنین مارتا النا که اس. خب از اونجایی که مارتا النا هم دوباره اسم خانم هست پس میشه نیکاراگوئنسا. ای اکتور که اس چیله نو. آفرین چیله نو چون اکتور اسم آقا هست. Ahora todos son amigos. الان همگی با هم دوست هستن. خب من یک بار دیگه از روی تکست میخونم با عبارت صحیح. شما هم حتما چک کنید که اشتباهی پیش نیاد. Vamos. Isabel es hondureña y vive en Tegucigalpa, la capital de Honduras. Ahora está visitando en Madrid a su amigo Juan, que es español. Su compañero de piso, Manuel Antonio, es dominicano y su novia, Jessica, es costarricensa. Y están en España porque quieren conocer Madrid. Elena, que es panameña, los ha conocido en una visita guiada al Museo del Prado y también a Marta Elena, que es nicaragüensa, y a Héctor, que es chileno. Ahora todos son amigos.
بیاین. خب دوستان عزیزم، این بخشی که ما تدریس کردیم در واقع مربوط به همون بخش اول تمرین بود که اومدیم کلمات رو داخل کانتکست آوردیم و سریع متوجه شدیم که بستگی به اینکه فاعلمون چه جنسیتی داشت صفتش رو هم بر اساس اون تغییر دادیم. توی تمرین دوم براتون یک قسمتی رو گذاشته که ناسیونالیداد رو نوشته و از شما خواسته که پاییس رو بنویسید. پاراگوای یا پاراگوایا. مثلا اگر خوان باشه میگم خوان es paraguayo. خوانا es paraguaya. خوانا اسم خانومه و خوان اسم آقا. خب برای چه کشوری میشه؟ آها، پاراگوای. پرفکتو. چیلنو چیلنا. چیله. مهیکو. خب خود کشورش رو گفته و ناسیونالیداد مهیکانو مهیکانا. دوستانی که سوال میپرسن چرا ه میگن چرا خ میگن، ببینین هر دو شکلش صحیحه. چه شما بگید مخیکو و چه بگید مهیکو، los dos son correctos, pero depende del lugar donde estás. به اون جایی که هستید کاملا بستگی داره. Si estás en América Latina, pues vas a decir México. Pero si estás en España, dices México. اگه تو آمریکای لاتین هر کدوم از کشورهاش باشید، اصولا این رو مهیکو تلفظ میکنن، ولی تو اسپانیا خود مخیکو میگن چون اکیس صدای خ میده. بیان بریم. دومینیکان و دومینیکانا. خودتون حدس بزنین دوستان. آها، همون در واقع کشور رپوبلیکا دومینیکانا هست، جمهوری دومینیکن. خب اگر شکی داشتید یا اگر خواستید که حتما چک بشه، میتونید به این نقشه‌ای که اینجا هست هم مراجعه کنید، چون همه کشورها رو اینجا نوشته. مثلا به فرض بریم شماره 7 که نوشته نیکاراگوئنسه. خب شما ممکنه براتون یه مقداری عجیب باشه که گوئنسه چجوری چسبیده به نیکاراگوایی و نگاه میکنین میبینین که اسم کشورش نیکاراگوا هست و اونسه که اضافه شده نشنالیتیش رو تشکیل داده. یا همینطور کوستاریکنسه از کوستاریکا اومده. سالوادورنیو از السالوادور اومده و شماره 11 که از اکوادوریانو از اکوادور اومده. اینا یه سری استثناءاتی هستن که نه کتاب اوسو بهش اشاره کرده بود و نه ما در دوره مکالمه پریسما داشتیم. پریسما هم اومده بود چیزایی رو که جنرال تر هستن و به صورت کلی وجود دارن رو بیان کرده بود. بیاین. خب این هم از تمرین دوم. دوستان بریم سراغ تمرین بعدی. نوشته escriba los adjetivos de nacionalidad correspondientes. این بار دیگه برعکس تمرین پیش رو از شما خواسته که دقیقاً دقت کنید چه کشوری رو مطرح کرده. مثلا اندوراس و شما توی ناسیونالیداد می نویسید اندورنیو، اندورنیا. مثلا گواتمالا شماره 7 گواتمالتیکو، گواتمالتیکا. ونزوئلا شماره 9 ونزولانو، ونزولانا. کلمبیا، کلمبیانو، کلمبیانا. و این با توجه به اینکه جنسیت مذکر باشه یا مؤنث تغییر میکنه. بیاین. Número 4 complete. Nosotros somos mexicanos. خب حالا این بار میخواد به شما اشاره کنه که حواستون باشه علاوه بر این که مذکر و مؤنث مهمن، مفرد و جمع هم مهمن. ellos شماره 2 هستیم دوستان. número 2 ellos son bolivianos. اونها اهل بولیوی هستن. son de Bolivia. son de Bolivia. número 3 Germán es. خب وقتی اس میاره یعنی شما باید ناسیونالیداد بنویسید. Germán es costarricense. costarricense اهل کوستاریکاست. Y María es brasileña. brasileña. y ادامه داده دوستان. گفته ال منظورش از ال خرمان هست. ال es de Costa Rica. اینجا کشور رو می نویسم. y ella es de Brasil.
خب فکر میکنم با این تمرینات دیگه کاملا متوجه شدین که کجا باید ناسیونالیداد بنویسم، کجا پاییس، کجا باید ملیت بنویسم، کجا اسم کشور. مثال: مهتاب اس د ایران. مهتاب اهل ایرانه. حالا اگه بخوام بگم مهتاب ایرانی هست، میگم مهتاب اس ایرانی. دیگه نمیخوام د بیارم. یه مثال دیگه: علی es de España. علی es de España. علی es español. علی es اسپانیول. حالا نوبت شماست. با اسم خودتون و با ملیتی که دارید همینجا 2 جمله رو کامل کنید. بگید اهل اسپانیا، از اسپانیا، اسپانیایی. سعی کنید که انقدر این کشورها و ملیت‌ها رو تمرین کنید تا اصلا قسمتی نباشه که شک داشته باشید یا بخواید روش فکر بکنید. بیاین. خب دوستان تمرین 5 رو مشاهده کنین. دوستان مشهوری رو براتون گذاشته مثل خورخه لوئیس بورخس، فیدل کاسترو، فریدا کالو، شاکیرا ای ریکی مارتین. اگر ملیت یا هویتشون رو نمیدونید میتونید یه سرچ خیلی کوتاه داخل اینترنت داشته باشید. مثلا بنویسید ریکی مارتین یا بنویسید فیدل کاسترو یا شاکیرا و سریع بهتون میگه که در واقع ملیت این افراد کجایی هست. به طور مثال براتون مینویسه فیدل کاسترو اس کوبانو. فیدل کاسترو اس د کوبا. شاکیرا اس کولومبیانا. شاکیرا es de Colombia. Bien. خب این هم از تمرین 5 که روش بررسی بکنین. به طور مثال خورخه لوئیس بورخس یکی از نویسندگان بسیار مشهور اسپانیایی هست که توی زبان اسپانیایی شعرهاش، داستانهاش بسیار معروف هستن، ترجمه شدن اکثرش و میتونین یه بررسی بکنین که اطلاعات دقیق تری درباره این افراد داشته باشین. همگی زبانشون اسپانیایی هست ولی در ملیت‌های متفاوت از کشورهای آمریکای لاتین قرار دارن. بوینو. خب دوستان عزیزم توی این قسمت در واقع من درس 1 رو به پایان رسوندم. وکابولاریا رو تدریس کردیم، توضیحاتی درباره خود درس، درباره مکالمه‌ای که آورده بود و درباره تمرین‌هاش دادیم. امیدوارم که همه مطالب براتون واضح بوده باشه و حتما توی هر جلسه سعی می‌کنیم که یک درس رو تدریس بکنیم، تمریناشو تا جایی که بشه انجام میدیم و دیگه فکر نمی‌کنم موردی باشه که براتون شک برانگیز باشه و همه چیز واضح هست. فقط کافیه که یا کتاب رو به صورت کاغذی داشته باشید یا به شکل PDF. موفق باشید. hasta muy pronto. adiós.